تونکیپر اخیراً یه آپدیتی داشته که به شما اجازه ساخت کیف پولای W5 رو میده. اما این به چه معنیه؟ چه کاربردی داره و تفاوتش با ورژن قبلی چیه؟ یه طی روزهای گذشته اقدام به ساخت کیف پول و یا برگردوندن ولت قبلیتون کرده باشید، دیدید جلوی آدرس ولتتون یه W5 نوشته. با ولت W5 دیگه برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها نیازی به ارز تون ندارید و میتونید کارمزد رو از جنس همون ارزی بدید که میخواید انتقال بدید. یعنی اگه میخواید تتر انتقال بدید چند سنت و یا اگه نات میخواید انتقال بدید چند نات رو به عنوان کارمزد پرداخت میکنید که این خیلی کاربردیه. زمانی که از W5 استفاده میکنید هزینه کارمزد بلاکچین نسبت به زمانی که از ورژن قبلی استفاده میکردید حدود 25% کمتره که این خیلی قابل توجهه. نکته بعد سرعت تراکنش ها. زمانی که از مدل W5 استفاده میشه سرعت تراکنش ها خیلی بالاتره. نکته آخر اینه که شما میتونید کیف پولای قدیمیتون رو به W5 تبدیل کنید و این کار عبارات بازیابیتون تغییر نمیکنه و با همون عبارات میتونید به